به نام خدا. دانش آموزان عزیز سلام. دکتر نجفپور هستم و در خدمت شما هستم در این جلسه با ادامه مبحث تنظیم بیان ژن از گفتار 3 فصل 2 کتاب زیستشناسی 12. در جلسه قبل ما تنظیم منفی رونویسی رو خدمتتون ارائه کردیم و در این جلسه هدفم بیان تنظیم مثبت رونویسی است. قبل از اینکه تنظیم مثبت رونویسی رو بگم، از همه شما عزیزانی که عضو کانال ما هستید و ما رو دنبال میکنید تشکر میکنم و از دوستان دیگه هم تقاضا میکنم که عضو کانال ما بشید و ما رو دنبال کنید. در ضمن کانال دیگه ای رو خدمتتون معرفی میکنم تحت عنوان زیستشناسی تصویری. ما در اون کانال به بررسی نکات تمامی شکل‌های کتاب 10، 11 و 12 میپردازیم، چون همونطور که میدونید در 2-3 سال اخیر در کنکور سوالات زیادی مربوط به شکل‌ها داره مطرح میشه و هدف ما از ایجاد کانال زیستشناسی تصویری کمک به شما دانش آموزان عزیز برای بررسی بهتر و کاملتر شکل‌های کتاب درسی است. پس کانال زیستشناسی تصویری رو هم دنبال کنید و عضو اون کانال هم بشید و ما رو همراهی بفرمایید. خب بیایم سراغ تنظیم مثبت رونویسی. من یه یادآوری کنم از درس جلسه قبل تنظیم منفی. دقت کنید عزیزان، تنظیم بیان ژن مفهومش چی بود؟ مفهوم تنظیم بیان ژن این بود که در سلول‌های بدن ما در بعضی از سلول‌ها یه سری از ژن‌ها روشنن و یه سری از ژن‌ها خاموش و غیر فعال. این مبحث برمیگرده به تنظیم بیان ژن. باعث چی میشه این تنظیم بیان ژن؟ باعث میشه از سلول هایی که همه دارای دی ان ای یکسان هستن و از یک سلول به نام سلول تخم حاصل شدن، سلول های متفاوتی با شکل ها و کارهای مختلفی ایجاد بشه. یعنی زمینه ساز ایجاد بافت ها و اندام های مختلف در جانداران میشه. خب تنظیم منفی چی بود؟ ما میگفتیم اگر عاملی مانع حرکت رنابسپاراز بر روی دی ان آ بشه و نذاره رونویسی انجام بشه، به اون میگیم تنظیم منفی رونویسی. تنظیم مثبت چیه؟ مفهوم کلیش اینه اگر عاملی به اتصال رنابسپاراز به راه انداز کمک کنه، یعنی تحریکی باشه برای شروع رونویسی، این نوع تنظیم رو تنظیم مثبت میگیم. خب مثالی که در مورد تنظیم مثبت رونویسی میخوام خدمتتون بیان کنم مربوط به یک اپران در باکتریا تحت عنوان اپران مالتوز هست. مالتوز نوعی دیساکارید هست و آنزیم های تجزیه کننده مالتوز 3 تا آنزیم هستند تحت عنوان آنزیم 1، آنزیم 2 و آنزیم 3 که برای تجزیه قند مالتوز لازم هستند. خب مفهوم اپران رو هم در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. اپران به ساختارهایی در پروکاریوتا گفته میشه که شامل یک یا چند ژن می باشد که محصول اون ژن ها در یک مسیر متابولیسمی خاص کاربرد دارن. مثلا اگر به شکل صفحه بعد این شکل نگاه کنیم، این شکل اپران مالتوز رو داره به ما نشون میده. یعنی چی؟ یعنی ما در این شکل داریم ژن‌های تجزیه کننده قند مالتوز رو در یک ساختاری در کنار هم می‌بینیم که تحت عنوان اپران مالتوز نام گرفته. خب خوب گوش کنید بچه‌ها. اپران مالتوز همونطور که در شکل الف دارید می‌بینید دارای یک قسمت به نام جایگاه اتصال فعال کننده است که به این بخش گفته میشه. یک قسمت به نام راه انداز هست و 3 تا ژن به نام ژن‌های 1، ژن 2 و ژن 3 که رو شکل مشخصه. همونطور که در شکل مربوط به اپران لک اشاره کردیم، در این شکل هم شما میبینید که یک قسمت رو ما تحت عنوان توالی تنظیمی معرفی میکنیم که شامل جایگاه اتصال فعال کننده و راه انداز هست و رونویسی نمیشه. یک قسمت رو تحت عنوان توالی ساختاری یا بخش ساختاری اپران معرفی میکنیم که شامل 3 تا ژن هست در این مثال ما
و ازش رونویسی هم انجام میشه. خب اگر بخوایم تو همین شکل به نقطه آغاز رونویسی اشاره کنیم، به این نقطه میگیم نقطه آغاز رونویسی، یعنی بلافاصله بعد از راه انداز. و در پایان ژنسم ما بخشی داریم به نام توالی پایان رونویسی. خب وضعیت اپران مالتوز در حضور لاکتوز میخوایم ببینیم، در حضور مالتوز ببینیم چجوری است، در غیاب مالتوز چگونه است. اپران مالتوز در غیاب مالتوز باید خاموش باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر مالتوز در محیط باکتری وجود نداره، نیازی هم به آنزیم‌های تجزیه کننده مالتوز نیست. اما اگر مالتوز در محیط کشت باکتری باشه، باکتری حتما باید آنزیم‌های اون رو بسازه و مالتوز رو تجزیه کنه تا بتونه از گلوکوز حاصل از اون در تنفس یافته‌ایش استفاده کنه. خب شکل الف وضعیت اپران مالتوز در غیاب مالتوز هست. نگاه کنید، وقتی که مالتوز در حضور نداشته باشه، آنزیم رنابسپاراز به راه انداز متصل نیست، همونطور که در شکل الف دارید میبینید. بنابراین رونویسی از ژنهای 1، 2 و 3 صورت نمیگیره، یعنی هیچ نوع آنزیمی ساخته نمیشه. اینجا میگیم اپران مالتوز خاموشه. اما اگر به شکل ب نگاه کنید، شکل ب داره وضعیت اپران مالتوز رو در حضور مالتوز نشون میده. ببینید چه وضعیتی داره، آیا روشنه یا خاموشه. اگر مالتوز در محیط کشت باکتری حضور داشته باشه، همونطور که در شکل دارید میبینید، مالتوز میاد به پروتئینی به نام پروتئین فعال کننده متصل میشه. در این قسمت دارید میبینید با اتصال مالتوز به پروتئین فعال کننده به بخشی از DNA یا اپران به نام جایگاه اتصال فعال کننده متصل میشه. خب با اتصال پروتئین فعال کننده به جایگاه اتصال فعال کننده، آنزیم رنابسپاراز هم به راه انداز متصل میشه. با اتصال آنزیم رنابسپاراز به راه انداز، رونویسی از روی ژن‌های 1، 2 و 3 صورت میگیره. پس بنابراین در اپران مالتوز لازمه اتصال آنزیم رنابسپاراز به راه انداز اینه که قبلش پروتئینی به نام پروتئین فعال کننده به جایگاه اتصال فعال کننده متصل شده باشه. و لازمه اتصال پروتئین فعال کننده به جایگاه اتصال فعال کننده این هست که مالتوز به پروتئین فعال کننده متصل شده باشه. پس من اگر بخوام وضعیت اپران مالتوز در حضور مالتوز رو توضیح بدم، ترتیب مراحلش به این ترتیب هست: 1. اتصال مالتوز به پروتئین فعال کننده. 2. اتصال مجموعه مالتوز فعال کننده به جایگاه اتصال فعال کننده. 3. اتصال آنزیم رنابسپاراز به راه انداز. 4. رونویسی از ژن‌های 1، 2 و 3. خب نکته دیگه که در مورد اپران مالتوز باید توجه داشته باشیم، همانند اپران مربوط به لاکتوز، بخش ساختاری این اپران هم دارای 3 تا ژن هست. بنابراین با رونویسی شدن از این اپران در شکل ب، یه mRNA 3 ژنی ساخته میشه که این mRNA هم دارای 3 تا رمزه آغاز و 3 تا رمزه پایان هست. چرا؟ چون هر کدوم از رونوشت‌های ژن‌ها به صورت جداگانه باید ترجمه بشه. یعنی هر رونوشت ژن باید یک رمزه آغاز و یک رمزه پایان برای خودش جداگانه داشته باشه. فقط توجه داشته باشید بچه‌ها، رمزه آغاز و رمزه پایان رو با جایگاه آغاز رونویسی و جایگاه پایان رونویسی اشتباه نگیرید. جایگاه آغاز رونویسی و جایگاه پایان رونویسی بخشی از DNA، یعنی بخشی از اپران هستند، جنسشون DNA است. اما رمزه آغاز و رمزه پایان از جنس mRNA هستند. ما خودمون داریم میگیم رمزه یا کدون، پس جنسشون از mRNA است. این دوتا رو با هم اشتباه نگیرید.
پس به این ترتیب ما خلاصه مباحثی که در مورد تنظیم مثبت رونویسی بهش اشاره کردیم این شد. در تنظیم مثبت رونویسی عواملی به اتصال رنابسپاراز به راهانداز و رونویسی از ژن‌ها کمک کردند. مثالمون شد اپران مالتوز و ترتیب مراحل رو هم خدمتتون گفتیم که در غیاب مالتوز اپران مالتوز خاموشه، یعنی از رو ژن‌ها رونویسی انجام نمیشه و در حضور مالتوز اپران مالتوز روشن هست و رونویسی از ژن‌ها صورت میگیره و آنزیم‌های تجزیه کننده مالتوز هم ساخته میشن. این مبحث هم مربوط به تنظیم مثبت رونویسی در پروکاریوت ها بود که خدمتتون عرض کردم. خسته نباشید و خدا نگهدار همه شما.